خاشو هرگز پا به عرصه وجود نمی نهاد. حتی پوکترین بادام نیز میل دارد شکسته شود. سیب‌های ترشی هستند که تا آخرین روزهای پاییز منتظر نوبت خود میمانند. آنگاه رسیده زرد و پلاسیده میشوند. من خود بدین سان میخواهم بمیرم تا در دامان مادری که مرا به وجود آورده استراحت کنم. بر این شهر ارواح منقبض و سینه‌های باریک و چشم‌های فضول و دست‌های چسبناک، بر این شهر عظیم و نویسندگان سرگردان که هستی